салом бинандаҳои бисёр азизи телевизиони Сафина. ин лаҳза барномаи навбати олиҳаро манзури шумо мегардонем. меҳмони имрӯзаи барномаи мо бонуе ки ҳунари волояш сарҳадҳоро убур кардааст. маликаи рақси миллии тоҷик, ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон Хайринисо Ватанзода ҳастанд. بانو خیرینیسا خوش آمدید به برنامه عالی‌ها. سلامت باشید. تشکر زیاد که آمدید، دعوت ما رو پذیرفتید. خیرینیسا 33 سال این جانب روی صحنه تاجیک می‌رقصد. اگر گوییم که از 33 سال کار و فعالیتتان روی صحنه که این برای یک هنرمند مکتبی بسیار بزرگ است، با ما خاطره کنید، چه گفته می‌توانید؟ طول این 33 سال اینقدر خاطرات، اینقدر سفرها، اینقدر برنامه‌هایی که پیشنهاد مردم خارج از کشور، مردم تاجیک نموده‌ایم، از کدامی حرف زنم، از کجا آغاز نمویم، در کجا به اتمام رسانم ندانم. همه سفرهای من، همه برنامه‌های من، ایجادیات من برابر استقلالیت آغاز گردید و همه موفقیت‌های من با شرافت استقلالیت بود و شکرگزارم از این. ولی همچون یک مادر، همچون یک هنرمند، همچون یک ایجادکار. بانو خیرینیسا، اگر گوییم که خیرینیسا تمامی هستیش را، وجودش را، عمر عزیزی خیش را به رقص بخشیده است، خطا نمی کنیم. پس رقص به شما چی داد؟ همه چی داد. اگر گویم خطا نمی کنم. رقص به من نیرو داد، البته که هم در زندگی، هم در کار، هم در جمعیت. آبرو داد، اعتبار، مهر، محبت، خوشبختی، عائله، همه چی رو من از رقص و از صنعت و از هنر یافتم. شما در صحنه آنچنان میرقصید که گویا با سرود گفتگو دارید. بله. درک شنوایی موسیقی را از کی آموختید؟ اگر گویم که این هنر، این مهارت مرا خدا داده است، خطا نمی کنم. در این راه باز استادی مرا هست، مصلحتگری هست. هیچ کس از پیش خود چیزی نمی شود. من آموختم در نزد استادان، در دانشکده صنعت و از تجربه روزگار، از تجربه ایجادیات و همین گونه. اول متن سرود را میشنوید یا اینکه با آهنگ شما همین حرکت های خود را مطابق میکنید؟ اول متن البته که هم متن و بعد موسیقی و بعد ضرب و همین گونه با یکدیگر آموزش می‌یابند و بعد پیدا می شود یک رقصی بتون، یک رقص جالب و مفتون کننده. بعد می آفریم لباس، انتخاب میکنیم کدام لباس در این موسیقی، در این سرود باید آماده شود، پیشنهاد شود که با حرکت و با سرود و با سخن موافق باشد. چون شما سفرهای هنری بیرون از کشور زیاد داشتید و بیشتر توجه خارجیان را چی جلب میکرد؟ سیمای تاجیکانه زیبای شما، لباسهای صرف تاجیکی یا اینکه حرکت‌های موزون و نوتکرارتان؟ سلامت باشید. همه چی اگر تاجیکانه باشد، اگر ملی باشد، برای اون مردم خیلی جالب است. مردم خارج خیلی کنجکاوند، از هر چی میخواهند دانند، فهمند، میپرسند. زیبایی و آرایشات و زر و زیور و لباس‌های و از همه چی آنها پرسپاس میکنند، با آنها مقبول است. حتی
ما چه خیل حرف میزنیم، با کدام زبان حرف میزنیم. لفظ شیرین ما رو کوشش میکنن که یگان کلمه همراه ما گفته باشند. در خارج کشور که بودم همیشه وقت با لباس ملی، با پیراهن ملی، با چکن ملی، با سرود و موسیقی تاجیکانه و خلقی من هنر تاجیک را، رقص تاجیک را پیشنهاد نمودم. بله بله. از همه لحظه های خاطرمان از سفرهای هنری کدام لحظه ها هستند که تا امروز از خاطرتان زدوده نمی شود؟ هر یک سفری من یک لحظه های خاطرمان دارد. مردم خارج مدنیت گوش کردن، مدنیت تماشا کردن دارند. همین چیز بسیار دقت من را هرگاه جلب می کند. ما می دانیم که شما مادری 3 طفلک دوسترو هستید، 3 فرزند دارید، 1 دختر و 2 پسر. سلامت باشید. برای وقتی به سفرهای هنری می رفتید چگونه به شما میسر می شد؟ کمک رسانتان که بود فرزندان رو با کی می موندید؟ یادشان بخیر باشد مادر جانکم که همیشه وقت همراه من بودند، دستگیر و مددگار من بودند، هم در سفرها، هم در نگاه و بینی فرزند، هم در آفریدن لباس های صحنوی هم مادر جانم بودند. و بعد از سری آنها باز شوهرم دستگیر مددگاری من بودند. حالا که باشد آنها که اثر گذاشتند، فرزندانم کلانک دستگیرند، مددگارند. فرزندانم خیلی هنری من رو میپذیرند، دوست میدارند. 3 فرزند دوستریک زیبای نازنین دارم و 1 دختر و 2 پسر. شهنازه هم خانه‌دار است. بله، پرسیدن بودم که شهنازه بانو به مثل مادری خود روی صحنه می‌رقصید. کجاست و چه کار مشغول است؟ گفتید که مادر شده است. بله، سلامت باشید. صاحب 2 فرزند نازنین، 1 دختر و 1 پسرچه دارم و تماما کار و فعالیت آنها تماما دیگر طرف است. لیکن از فرهنگ و از سنت دور نیستند، آگاه هم با خبرند، دوست می‌دارند. در تربیه فرزندان همچون مادر یگان پرینسیپ های خاص خود را دارید؟ سران در انتخاب کسب آزادند یا اینکه با مصلحت و مشورت شما انتخاب میکنند کسب را؟ انتخاب کسب را میگذارم به خودی آنها. یعنی که آزادند؟ بله. بعد کدام کسب، کدام راهی را که انتخاب میکنند بعد دستگیری میکنیم، با مصلحت میدهیم. چون از مادر گفتید با حسرت، با محبت، البته مادر در حیاتی هر یکی ما و شما نقش بزرگی دارد. اگر گوییم که مادر عزیز را وصف کنید چه خاطره میکنید؟ چگونه وصف میکنید؟ بگذار باشد، بخشش. سلامت باشین نفروز جان. همین قدر مهر و محبتی که مادر جان من داشتن برای نویره هاشون، برای فرزنداشون، شاید آن مهربانی، شاید آن بزرگی، شاید آن هنرها، شاید آن لحظه ها، آن فعال بودن و آن هنرمندی، آن چیزی که مادر من داشتن شاید به آن درجه ما نداشته باشیم. لیکن کوشش میکنیم که اقلا نام مادرمان را، نام آن را به نیکی یاد کنیم، نرنجانیم، راحت باشند و نام های آنها را همیشه وقت به نیکی یاد کنند و گویند که ما فرزندان چنین مادران هستیم. چون از مادر عزیز یادآوری کردید، از مادر چه آموختید و همچون مادر به یگانه دختر خود شهنازه بانو چه آموزانیدید؟ سلامت باشید. اگر گویم که چیزی که در زندگی دارم از مادر آموختم، خطا نمی کنم. دوختن و پختن و زیاد در همه حالت ها کوشش می کنم که با مادرم مانند باشم و ایدئال خودم می شمارم مادر را. همیشه وقت مادر من هم پزنده خوب بودند، هم هنرمند خوب بودند. کدام یک هنری که نباشد از دستشان می آمد. ما 6 دختری که مادرم تربیه کردند، به وایه رساندند، اول اسای معلومات گرداندند و بعدا تمام هنرهای دوختن و پختن و همه چیزهایی که در زندگی لازم است آموزاندند و بعدا ما رو به زندگی مستقل گسیلاندند.
саломат бошед. Аз ҳамсафари зиндагӣ чизе нагуфтед? Бо муҳаббат оила барпо кардед? албатта ки бо муҳаббат. ҳамин гуна шуд ки дар саҳна ҳангоми ҳунарнамоӣ пешниҳод карданд, пешниҳоди оила ва қабул доштем, оила бунёд кардем. шукргузорам ки соҳиби 3 фарзанд, оилаи ободу зебо, гарчанде ки он касам дар қайди ҳаёт набошанд, лекин ҳамон сиёсату ҳамон меҳру муҳаббату ҳамон тарбияву ҳамон чизе ки буд ҳамон гуна ҳаст дар оилаи мо. солҳои охир пошхӯрии оилаҳои ҷавон зиёд ба назар мерасад. барои нигоҳ доштани фарҳанги суннатии оиладорӣ чӣ бояд кард? шавҳар кардану оила бунёд кардан ҳеҷ вақт дер намешудааст ва намешавад. ба фикри ман соҳиби маълумот бошанд. ҳозир дар ҳама ҳолат хоҳ духтар аз қишлоқ бошад, хоҳ аз шаҳр, ҳамеша вақт мепурсанд ки соҳиби маълумот аст. бояд ки соҳиби маълумот бошад. дар давраи зиндагӣ ягон мушкилии зиндагӣ ки пеш омад, ҳатман ки маълумот ба кор меояд ва баъдан омода шаванд барои зиндагӣ ва ҳатман ки дар зиндагӣ хушбахт мешаванд. бисёре аз бонуон дар вақти ба корҳои хона машғул шудан мусиқӣ гӯш мекунанд, суруд мехонанд ё ин ки ҳамовоз мешаванд бо садои ҳамон ҳунарманд. хайринисо чӣ гуна аст? корҳои хонаро чӣ гуна ба анҷом мерасонад? рақскунон ба фикрам чунин аст? хаякун ҳозир агар гӯям ки дар тамоми як хонадони тоҷикистони мо мусиқӣ ҳаст, суруд аст, рақс аст, чунки мардуми тоҷик ҳама фарҳангиянд, рақсу суруду мусиқиро мепазиранд, дӯст медоранд ва мо ки ҳунарманд ҳастем, албатта ки аз мусиқӣ ҳамеша вақт истифода мебарем, гӯш мекунем ва ҳамеша вақт дар хонадони мо мусиқӣ ҳаст ва гӯш мекунем дар ҳама ҳолати кор. ба кадом коре ки машғул бошем, ҳатман ки мусиқӣ гӯш мекунем, чунки мусиқӣ ба инсон як рӯҳ мебахшад, як фикрҳои нав барои эҷодкор меорад. як фикрҳое ки ҳангоми мусиқӣ меояд, дар кадом ҳоле, дар кадом коре ки банд набошӣ, ягон мусиқии фораме ки мешунавӣ, шояд ягон мусиқии нав бошад, ҳамон лаҳза ягон ҳаракатҳое ба фикри одам меояд, ягон фикрҳое ба фикр меояд ва ба завқ ҳам кор пеш меравад, ҳам ягон фикри дигар пеш меояд. хуб аст. яъне воқеан дуруст аст ки шумо рақскунон корҳои хонаро ба анҷом мерасонед. дар хонадонатон оинаҳои зиёд доред шояд? ҳаст оинаҳо? бале. чӣ гуна аст? шумо ҳар лаҳза мерақсед? ман зиёд вақтҳои охир дар пеши набирачаҳо мерақсам. набирачаҳоро ором мекунам ба рақс. мусиқӣ мемонаму агар ором нашуданд мерақсам. бо завқ нигоҳ мекунанд, ором тамошо мекунанд ва бисёр хурсанд мешаванд, ҳайрон нигоҳ мекунанд ва ҳамин восита барои мо осонтар аст, фикр мекунам. яъне ки имрӯз тамошобини ҳамешагии шумо набираҳои азиз ҳастанд дар хона. бале, бале. бонӯ хайринисо зиндагии худро берақс тасаввур карда наметавонад? наметавонам. розигии падару модарам буданд ки аз хурдӣ дар ҳамин роҳ маро тарбия карданд, дар ҳамин роҳия ки ман дӯст доштам мусиқию суруду рақсиданро ва аз ин ман меболам, хурсандам ва пушаймон нестам. агар дубора умр мешуд, боз ҳамин касбро интихоб мекардед? бале. касби худро бисёр дӯст медоред? дӯст медорам, хеле зиёд. шумо дар ҷодаи рақси миллии тоҷикӣ як сабку услуби хоси худро доред. оё нақша доред ки дар оянда як мактаби махсуси худро ташкил кунед? нақшаҳо буданд ва баъзе ҳолатҳое буд ки ҳамин имконият даст надод ки ман мехостам ки ҳамин сабку услуби махсуси худро таҳия карда бошем. ин дар нақша ҳаст. то ҷое ки мо маълумот дорем, либоси куртаи чакан медӯзед.
خودتون هنرمند هستید. بله. کورتای چکن می‌دوزید. اول چگونه است؟ چگونه صورت می‌گیرد؟ اول قلم می‌کشید، قلم می‌زنید و بعداً به گلدوزی مشغول می‌شوید. دوختن گلدوزی، تهیه کردن گلدوزی از خردسالی در عائله ما هست. مادر من گلدوزی می‌دوختند و خودشان نقش می‌آفریدند، قلم می‌زدند، خودشان می‌دوختند و ما خیلی خرد بودیم، تماشا می‌کردیم و همین مهر آهسته آهسته در دل ما جا شد و همه این دوختن و کشیدن و همه این رو ما از خردسالی یاد گرفتیم. چند ساله بودید که دوختید اولین کورتای خود رو؟ خیلی خرد بودم، کورتا ندوختم و وای دوختم، رومال دوختم، رومالچه دوختم، چیزهای خردکک به ما میدادن. یکم بار تاراپود کردم و بعد مادرم گفتن که تاراپود نباید باشد چون که خیلی قوقه می شود و زیباییش را گم می کند، متا جمع می شود. دفعه دیگر باید فقط تار باشد. و بعدا چیزهای کلان و همون چادری بردیواری میگوییم، همون چادری گلدوزی که من دارم حالا هم در خانه هم نگاه داشته می شود. همین چادر رو من در طول 30 روز خودم تنها دوختم. همون مهتاب و ستاره ها رو مادرم و خواهرانم به من کمک کردن. وقتی که کاری خودم هست، زحمت خودم هست، هیچ دلم نمی شود که با یگان کس فروخته باشم و با یگان کس توفه کرده باشم، چون که من زیاد در سفرها توفه میکنم از گلدوزی ها، از چیزی که پرسان میشوند من با خود میبرم و توفه میکنم. و همین چادر من رو نیز بسیار پرسیدند که نمی فروشید یا اینکه توفه نمیکنید. من دلم نشد، گفتم که این چادر گلدوزی را من خودم زحمت کشیدم، در طول 30 روز دوختم. فکر میکنم همین میراث، همین ذوق، همین مهر و محبت، زیبایی پرستی از بیبیم، از بیبی کلان ها می آید و بعد به مادر و به فرزند و به نبیرگان می رود. اگر زیبا پرستی، همین ذوق زیبا پرستی نباشد، یگان مجبوری، یگان چیزی دیگر سبب شده نمیتواند. شعور شما در زندگی چیست؟ راست رفتن، راست گفتن، راست قلب بودن، پاک و پاک سریشت و پاک طینتی همیشه وقت. سلامت باشید. چون از دوران زندگی مستقلانه خود کم گفتید، وقتی که به خانه شوهر شما رو گسیل کردن به زندگی مستقلانه کلینچک بودید، آیا شده است مرتبه که رقصیدید و اعضای خانواده شوهر دیدند؟ بله، من گفتم که هنگامی که ما عائله بنیاد میکردیم این چیز رو پدر و مادرم نیز قید کردن که مبادا رود و هنگام زندگی مستقلانه همین با یگان چیزی که سری راه شود که مثال خیرینسای من هنر خود را ادامه دادن نتواند چی می شود گفته مراجعت کردن. من همون وقت این چیز را فهمیده بودم و انیق کرده بودم که این همه با یک دلخوشی و با یک دلگرمی استقبالم کردند در زندگی مستقلانه و همینگونه نیز شد که همیشه وقت من در نزد عائله آمادگی می دیدم و رقصهای خود را، لباسهای خود را، من تمرین رقص ها را زیاد در عائله می کردم چون که من اجرا کننده رقصیکه هستم. من را در طول همین 33 سال ایجادیم همگان همچون اجرا کننده رقصیکه دوست داشتند، پذیرفتند و می شناسند و شناختند. در اجرایش رقصیکه همه چیز باید صمیمی باشد، یگان حرکت و یگان اشوه و ناز و یگان چیزی که رویکی نباید باشد، چون که یک نفر باید تواند که با تمام نازکی هاش یک رقصی بتون را در یک صحنه بزرگ پیشنهاد کرده تواند. و من زیاد چیزهای نازکی که در جای میده اجرا کرده می شوند در جای من زیاد در نزد عائله اجرا می کردم و با مسئولیت های آنها تمرین می کردم و بعدا نزد استادان باز پوره می کردیم و بعدا پیشنهاد می کردم. در عائله بسیار قبول داشتند
و دوست داشتند، پذیرفتند. اگر این گونه نمیشد شاید که من تا به این درجه نمی اومدم، نمی رسیدم. وقتی پیشتر صحبت داشتیم پیش از ثبت برنامه از شما پرسان شدیم لحظه های خاطرمانی که بود، گفتیم کدام لحظه هایی بود که شما رقص نمی کردید؟ گفتید در همه لحظه من رقص می کردم. حتی گفتید روزهای فرهنگ تاجیکستان بود، شما باید بیرون از جمهوری با سفری هنری می رفتید و شما حامله‌دار بودید، همون لحظه ها رو میگفتید برای بیننده عزیز. این خیلی حالت ها برای زنی هنرمند زیاد دچار می آید. می شود حالت هایی که فرزند طفلکی خورد است، بیمار است، می شود حالت هایی که فرزند در بطن مادر فرزند است، می شود لازم می آید به صحنه برآمدن. شما درست یادآور شدید همین خیلی حالت بود که من حامله دار بودم، ولی یک حالتی بود که در کار شد، نیافتند که یگان هنرمند ساحه رقص که یکه برقصد به همون درجه که به مردم خارج در کار هست، به مردم خارج باید پیشنهاد کنند. و از وزارت فرهنگ دعوت کردند که تو باید در همون سفری آلمان باشی و رقص یکه را تو مخصوصا پیشنهاد میکنیم. و من گفتم که من شما آگاه باشید که من در همین حالت هستم. گفتند اوه برای تو اینقدر نمایان نیست، برای تو مشکلی ندارد و باید که علاج یابی، باید که اشتراک داشته باشی. و من نزد دکتر رفتم، از دکتر پرسیدم که وای همین خیلی حالت و من دعوتیم، من یک مسئولیتی و زبینی برداشت دارم که من باید که رقص یکه رو از تاجیکستان در آلمان اجرا کنم. و من مصلحت دادن دکتر که تو در حالت خوب هستی و اجازت دادم و همین گونه نیست شد که من همون سال آمدم با همون سری بلند، با موفقیت کلان و همون سال صاحب عنوان گشتم. و همون سال همین شهنازه فرزند اولینم به دنیا آمد. بله. از مکافات دولتی گفتید، همون لحظه ها چگونه بودند وقتی که شما رو دعوت کردند و با مکافات دولتی سرفراز گردانیدند؟ براستی در تولدخانه بودم. در تولدخانه بودم که زنگ تلفنی شد که تو صاحب عنوان گشتی، تو باید که در همون باخری اشتراک داشته باشی. من خرسند شدم، گفتم که من کوشش میکنم که اشتراک داشته باشم، لیکن در یک حالت بودم که در تولدخانه بودم و خرسندی من حد و کنار نداشت، خرسندی بالای خرسندی بود و در یک مهلت کوتاه، در یک که هم عائله بنیاد کردن، خودی همون سال صاحب عنوان گشتن، خودی همون سال موفقیت های کلان نایل گشتن و صاحب فرزند گشتن، خیلی برای من یک لحظه خوب و خاطرمان بود. رشد ایجادیات خود را در سالهای صاحب استقلالی میدانید، از صاحب استقلال شدن وطن عزیز زمان میدانید. صنعتی والای شما، هنری والای شما در حقیقت سرحدها را عبور کرده است. امروز همچون بانوی دوران صاحب استقلالی چی گفته میتوانید؟ و چقدر شما یک سوال خوب و با مورد پیشنهاد نمودید. امسال ما 30 سالگی استقلالیت رو جشن گرفتیم. ما 30 سال استقلالیت رو دیدیم، مشاهده کردیم و نه تنها ما بلکه دیگر ملت ها، دیگر کشورها نیز شاهد این گشتن که ما چخیل 30 سال استقلالیت رو جشن گرفتیم. در عرفه استقلالیت یک تحفه خیلی ارزشمند، یک تحفه که از جانب پیشوای ملت، از جانب پرزیدنت کشورمان محترم امام علی رحمان به هر یک خاندان تاجیک دسترس نمودن کتاب تاجیکان، کتاب علامه باباجان غفوروف دسترس شد. فکر میکنم این خوشبختی، بله این تحفه ارزنده بود، این تحفه که تحفه در انتظار، هیچ کس این چیز رو به فکر نداشت. به هر یک خاندان ملت تاجیک فکر میکنم که همونا موردی آموزش
موارد مطالعه قرار گرفت این کتاب در هر یک خاندان تاجیک. همچنین مخصوصا در خاندان ما کتابی بالای میزی خاندان ما کتابی تاجیکان است. عین حال همینقدر آگاه شدم که این کتاب آنقدر بزرگ است که از 2 کتاب، از 6 فصل و از هر یک فصل این کتاب 3 باب 4 باب رو در بر میگیرد و باید که حتما که فرزندان ما از این کتاب مطالعه نمایند بزودی و از تاریخ نیاگانمون، از تاریخ قدیم و قدیمترین، قدیم، میانه و عصر نوین تاجیکان وادار می شوند. واقعا امروز با شرافت استقلالیت دولتی ملت تاجیک را جهانیان می شناسند و ما امروز با افتخار سخن از آزادی این ملت و آبادی این سرزمین می گوییم. برای شکوفایی هرچی بیشتر این سرزمین جوابند به همه این غمخواری ها ما زنان و بانوان چی کار باید کنیم؟ وظیفه ما از چی عبارت است که ما باید فرزندان سالم و صالحه تربیه کرده باشیم که بر جامعه ما و کشور ما یک نعترسان باشند و ما نیز زنان باید که در کنار نشینی نکنیم و از همه باید برخوردار باشیم، از همه حالت، از همه ساحه برخوردار باشیم، در همه ساعت، در همه کار، در همه حالت باید فعال باشیم، آگاه باشیم از صحتی و سلامتی و آبادی و از زیبایی و از پیشروی و از همه جهت باید در عائله یک دقت مخصوص داده باشیم و آن وقت میتواند جامعه ما، کشور ما، عائله ما از همه جهت ترقی کرده پیشرفت باشد. تشکر زیاد. در آینده چه آرزو دارید؟ چه نقشه ها دارید؟ سایقل دادن رقص تاجیک، همین اسلوبی که دارم میخواهم که با سایقل دیم و برای کشور خودمان، برای صنعت رشد صنعت رقص تاجیک چیزی که کرده باشیم، چون که شکرگزار از آنیم که حالا بسیار یک دقت مخصوص رهبریت کشور با صنعت رقص یک دقت مخصوص میدیم و ما باید از این با یک خرسندی استقبال کنیم و باز زیاد در این ساحه یک نوآوری ها، در این ساحه یک کوشش رو به خرج دهیم، چون که ملت ما ملت بسیار زیبا پرست است، صنعت رقص را دوست می‌دارند. طول چندین سالهای اخیر بسیار یک صنعت رقص رشد کرده ایستاده است، چی از جهت گروه‌های کودکانه، چی از جهت گروه‌های رقصی مردانه و کودکانه و گروه‌های رقصی خیلی زیادند. این از آن شهادت می‌دهد که یک رهبریت کشور با این صنعت، با این ژانر یک دقت مخصوص می‌دهند و باید ما وظیفه ما ایجاد کردن، کار کردن و زحمت کشیدن، مهنت کردن است به خلق خود، به ملت خود، به تاجیکستان خود، برای معرفی کردن هر یک هنرمند، هر یک زن، کسی که نباشد در جامعه، برای معرفی کردن نوبسته از آنه که در کدام ساحه کار و فعالیت میکند نقش مهم را تلویزیون میبازد و تشکر میکنم از شما، تشکر میکنم موفقیت در کارهای شما که شما هستید و قدرشناسی میکنید، قدردانی میکنید، دعوت میکنید اهل هنر و همه آن شخصانی را که شما قدردانی میکنید، لایق میدونید، دعوت میکنید. به شما موفقیت، تشکر میکنم از شما. سلامت باشید. باری دیگر خوش آمدید بانوی عزیز به برنامه عالیه. تشکر زیاد که آمدید، وقت یافتید. سلامت شما را باری دیگر خوش آمدید میگویم و به شما نیز در زندگی شخصیتان و در
کارهای ایجادیتان برای کامیابی ها تمنا داریم. میگذار همیشه در حلقه نزدیکان و پیوندان باشید، همیشه سربلند و پیروز باشید، موفق باشید. باری دیگر خوش آمدید به برنامه بانوی زیبا، بانوی هنرمند، بانوی هنربر که در حقیقت صنعت ملی تاجیک را، صنعت رقص ملی تاجیک را واقعا به جهانیان معرفی کردید. همیشه چنین زیبا باشید، چنین جوان بمانید و دائما در خاندان هر یک تاجیک و تاجیکستانی با رقص‌های زیبا و مفتون و با قد و قامت زیبا و با چهره زیبای تاجیکانه تان مهمان باشید. سلامت باشید. خوش آمدید باری دیگر. بیننده‌های عزیز، اینجا رسیدیم و انجام برنامه عالیه. یادآور می‌شویم که مهمان امروزه برنامه ما بودند بانوی بسیار زیبا، بانویی که هنرش سرحدها را عبور کرده است، ملکه صنعت رقص ملی تاجیک، هنرمند شایسته تاجیکستان، خیرنیسا وطنزاده. خیر تا دیدار بعدی، خوش روز و خوش روزگار باشید.